بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. امروز ما از بخش نسخ یعنی که ناسخ و منسوخ، روایت الاقران، مدبج، بخش متفق و المفترق و المؤتلف و المختلف و بعض دیگر نقطه هایی که خیلی تفصیلات آنها کم هست، مختصر هستن، از آنها میگذریم. اولا آغاز میکنیم از بخش 45 و معرفت ناسخه و منسوخه. مؤلف میگوید و دانستنی حدیث هایی که ناسخ هستند و حدیث هایی که منسوخ هستند. خواهش میکنم که با دقت گوش کنید درس را. دانستنی ناسخ و منسوخ خیلی مهم هست و من برای شما کمی مختصر کرده فهمانده بودم که ناسخ و منسوخ دو حدیث های مقابلی می باشد که حدیث های منسوخ شده یعنی نسخ شده آنهایی هست که در اول اسلام روایت شده بودند یا از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش شد به ما که شما این گونه عمل بکنید، اما در آخر اسلام پیامبر صلی الله علیه و سلم آن حکم را نسخ کرد و یک حکم نو به جایش آورد و گفت که من شما را این گونه میگفتم یا شما این گونه میکردید، ولی اکنون شما این گونه بکنید و دیگر توجه ندهید به آن حکم اولی. حکم هایی که در اول بودن نسخ شدن و حکم هایی که بعداً از پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما رسید و آنها جای احکام اولی رو میگیرند، اما احادیث تا حال باقی میماند. پس اگر کسی این علم رو خوب درک نکند یا آگاه نباشد از حدیث های نسخ شده، چی میکند؟ میتواند که یک کتاب حدیثی رو کشاید، یک حدیث رو ببیند و بگوید که تمام من به همین حدیث عمل میکنم، یا در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین فرموده است یا صحابگان رضی الله عنهم چنین کردند، اما او متاسفانه نوآموز آگاه نیست که این حدیث نسخ شده هست، دیگر به این عمل نمی شود. برای همین است که من بار بار برای شما همین تعلیم رو می دهم که شما فکر نکنید که شما یا ما می توانیم که با فهم و با عقل کمزور و ضعیف خود و ناقص خود ما می توانیم و حق داریم که به دلیل های شرعی، به منبع های شرعی مستقیما رویم و از آنجا دلیل بگیریم، آیت قرآن رو بگیریم و مثلا ذکر کنیم و از آن یک حکم خارج کنیم، یا یک حدیث رو که ما دیدیم در یک کتاب حدیث آن حدیث رو ذکر کنیم یا روایت کنیم و از آن یک حکم استخراج کنیم. این گونه شریعت نمی باشد. حکم ها رو از منبع های شریعت خارج کردن و فتوا دادن این گونه نیست، بلکه باید که تمام این نازکی ها رو به نظر گرفت و علاقه از همه گپی مهم همین است که علاقه وقتی که فقیهان به این عمل توجه خود را دادن که احکام فقهی و احکام شرعی را استنباط کنن، استخراج کنن از منبع های اساسی شریعت، آنها علاقه تمام این چیزها رو به نظر گرفتن، تمام آیات ها رو جمع کردن، تمام احادیث رو جمع کردن، استقراء کردن، یعنی تمام دلایل رو به یک نظر کردن و دیدن که کدامش قابل قبول هست از جهت قوت، کدامهایش قابل قبول نیستن، کدامهایش نسخ شده هستند، کدامهایش خاص هستند، کدامهایش به زنها خاص هستند، به مردها خاص هستند، به بیماران یا به معذوران خاص هستند. و بعد از تمام این یعنی قدم ها آنها احکام رو استخراج کردن. از این سبب است که ما به مردم، مخصوصا به مردم عامه تاکید میکنیم که شما یک مذهب فقهی رو پیروی کنید و خود رفته از منبع های قرآن و احادیث حکم استخراج نکنید از ظاهری احادیث و از ظاهری آیات ها، چون که در پشت آیات های قرآنی و در پشت احادیث خیلی زیاد نقطه ها می باشد، خیلی زیاد توضیحات می باشد، تشریح می باشد، خیلی دیگر چیزهایی هست که شما باید به نظر بگیرید. به هر حال آغاز میکنیم از بخش ناسخ و منسوخ. خب خود نسخ چیست؟ تعریف النسخ لغتا له معنیان، دو معنا دارد از جهت لغت: الازاله و دویمش و النقل. الازاله و منه نسخت الشمس الظل ای ازالته. وقتی که ما این را با معنای الازاله استفاده میکنیم، از میان بردن، خب ازالت کردن این باید باشد، یعنی که مثلا وقتی که ما میگوییم که آفتاب سایه رو از بین برد، یعنی که او رو ختم کرد، از میان برد، تمام کرد، گم کرد. خب و دویم معنای نسخ این است و نقل کردن، مثلا نسخت الکتابه، یا اینکه منتقل کردن،
از یک جای به دیگر جای گذراندن. فكأن الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر. مثلا وقتی که انسان میگوید نسخت الکتابه، من کتاب رو نسخه برداری کردم، یعنی متنش رو به جای دیگر نقل کردم، به جای دیگر بردم، گذراندم. پس یعنی گویا که وقتی که ما میگویم که نسخ یا اینکه حدیثی منسوخ شده یا نسخ شده، یعنی حدیثی که از سبب حدیثی دویوم یا حدیثی نو چی شده است؟ از بین رفته است حکمش، یا اینکه حکمی که ما باید بالای اون عمل کنیم از یکم حدیث به دویم حدیث منتقل شده است. خب یعنی که گذشته است. خب یعنی که فرق نمی کند که ما کدام معنای لغوی این کلمه رو میگیریم، با هر دوی معنای لغویش یعنی معنای اصطلاحیش برابر می باشد و معنا دارد، تعلق دارد. از جهت اصطلاحی چی معنا دارد؟ رفع الشارع حکما منه متقدما بحکم منه متأخرا. نسخ به معنای برداشتن حکم پیشینه با حکم نوتری که از طرف شریعت آمده است می باشد. یا اینکه اگر من لفظ به لفظ ترجمه کنم، وقتی که شارع یعنی که شریعت دهنده، حکم دهنده، یعنی الله سبحانه و تعالی وقتی که یک حکم رو میبردارد یا از بین میبرد که پیشتر آن حکم رو داده بود، با یک حکم نوی که بعدتر پیش میکند، خب تأخیر میدهد و بعداً پیش میکند این حکم رو. و شارع یعنی الله سبحانه و تعالی البته هست، اما بعضا شارع به معنای پیامبر صلی الله علیه و سلم می آید، چون که یعنی از جهت ما کسی رو که میبینیم یا کسی که با صحابه رضی الله عنهم گفتگو میکرد و با اون حکم میداد، این پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. البته پیامبر صلی الله علیه و سلم با ما احکام الله سبحانه و تعالی رو پیش میکند. به هر حال مقصد نسخ و حدیث های ناسخ و منسوخ همین است که وقتی که یک حکم نو پیش کرده می شود از جانب پیامبر، از جانب الله سبحانه و تعالی و پیامبرش صلی الله علیه و سلم، که این حکم نو، حکم پیشینه رو از بین می برد و جای آن حکم پیشینه رو این حکم نو می گیرد. حدیثی که از بین می رود حکمش یا دیگر برای آن بالای آن عمل کرده نمی شود، حدیثی منسوخ گفته می شود، یعنی که نسخ شده. و حدیثی که جای او رو می گیرد، حدیثی نو، این رو گفته می شود حدیثی ناسخ. در اینجا بعضی مثال ها رو من از کتاب شیخ محمود برای شما پیش میکنم. سوال در اینجا این است که بما یعرف الناسخ من المنسوخ، چگونه نسخ و منسوخ یا ناسخ و منسوخ را، حدیث ناسخ و منسوخ را معلوم میکنیم یا چگونه معلوم میگردد؟ حدیث ناسخ یا نسخ حدیث از منسوخ یا حدیث ناسخ از منسوخ با یکی از راه‌های زیرین معلوم می شود. یکمش اظهار روشن پیامبر صلی الله علیه و سلم، بتصریح النبی صلی الله علیه و سلم، وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش صراحتاً و ظاهراً ذکر میکند که من شما رو این گونه حکم میدادم یا داده بودم، اکنون شما این گونه عمل کنید. مثلا در حدیث برای در صحیح مسلم آمده است من شما رو از زیارت قبرها منع کرده بودم، كنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پس حالا آنها را زیارت کنید، یعنی که حالا شما میتوانید که به قبرها داخل شوید، زیرا آن آخرت را به یاد می آورد. خب من این چی رو دادم از روایتی صحیح مسلم، در اینجا برای شما حواله‌اش رو دادم، منبعش رو دادم. خب پس در اینجا چی معلوم می شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی در اول اسلام می گفت، یعنی به آنها، به صحابه رضی الله عنهم امر میکرد که شما قبرها را داخل قبرها نشوید، قبرها رو زیارت نکنید. اما این برای یک سبب مخصوص بود، برای اون که در اول اسلام به توحید، به رساله، به این یعنی به این چیزهای اساسی دین و ایمان خیلی زیاد پیامبر صلی الله علیه و سلم توجه میداد و فشار میداد و نمیخواست که کسی یعنی با زیارت کردن قبرها یا با رفتن به نزد قبرها به این چیزهایش خلل رسد یا در غلط فهمی داخل شود. اما بعداً وقتی که ایمان و دین و توحید و رساله و تمام این چیزهای عقیدوی در دل صحابه رضی الله عنهم مستحکم شد و آنها از دوران جاهلیت دور شدند، با آنها اجازت داد. و دیگر سبب ها هم هست که
علما ذکر میکنند. اما به هر حال اگر ما حدیثی را ببینیم و حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله در آن منع میکند از رفتن به نزد قبرها، اگر ما آن را ببینیم چی هست؟ ما آن را بر آن عمل نمیکنیم. آن را نمیگوییم که در اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله منع کرده است، پس ما باید به قبرها نرویم، چون که این در اول اسلام بود. حدیثی منسوخ هست. گفتار صحابه رضی الله عنهم، اگر یک صحابی اگر بگوید، مثلا جابر ابن عبدالله رضی الله عنه گفته است که آخرین امر پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک وضو از چیزی بود که آتش آن را لمس کرده است. یعنی که در اول حدیث هایی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم که این گونه یعنی مضمون داشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که یک خوراکی را میخورد که آن خوراک بالای آتش اگر پخته شده باشد چی میکرد؟ وضو میکرد. بعضی ها این رو وضوی حقیقی میشمارند که یعنی وضو چگونه که 4 فرض هست، یعنی سنت هایش هست، وضویی که برای نماز گرفته می شود آن رو به نظر دارد. بعضی ها این گونه وضوی حقیقی میشمارند و بعضی علما این رو تنها وضوی یعنی لغوی میشمارند، یعنی که وضویی که تنها دهان و دست ها رو شسته می شود. پس کسانی که میگویند که این وضوی حقیقی بود، آنها میگویند که در اول پیامبر صلی الله علیه و آله این گونه میکرد اما در آخر عمرش این رو ترک کرد. پس وقتی که ما اگر خوراکی رو بخوریم که بالای آتش پخته شده باشد، گوشت باشد مثلا که آتش آن را لمس کرده باشد، یعنی پخته شده باشد، ضروری نیست که ما باید وضو کنیم. یعنی وضوی حقیقی کردن پس از خوردن این گونه اوقات یا طعام لازمی نیست. سوم این است که یعنی در اینجا چی شد؟ صحابی به ما خبر داد که این عمل رو پیامبر صلی الله علیه و آله در اول زندگی خود میکرد، اما حالا آخران عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم، آخران امر پیامبر صلی الله علیه و سلم همین بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وضو را ترک کرد از آن چیزی که آتش آن را لمس کرده است، یعنی وضو نمیکرد. سوم راهی که ما ناسخ و منسوخ رو میشناسیم یا میفهمیم، درک میکنیم، این با طریق دانستن تاریخ هست. وقتی که ما تاریخ اسلام رو بدانیم و ببینیم که دو حدیث یک مضمون دارند درباره یک چیز هستند و یکم حدیث یا یک تای از آن دو حدیث منع میکند آن چیز را و دویمش اجازت میدهد، چگونه ما بین آنها تفاوق بیاوریم؟ چگونه ما بین آنها بفهمیم که بالای کدامش ما باید عمل کنیم؟ یکی از راههایش همین است که با دانستنی تاریخ، مثلا حدیث شداد ابن اوس که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود حجامت گیرنده و حجامت شونده روزهشون شکست. افطر الحاجم و المحجوم، کسی که حجامه میگیرد و کسی که حجامه میدهد یا میکند هر دوی روزه آنها شکست. این یک حدیث است. اما به مقابل این یعنی که اگر انسان در حالت روزه‌داری اگر حجامه کرده شود بگیرد یا حجامت بکند به یک کسی دیگر، هر دوی روزه آنها شکست. این حکم به نظر می رسد در اینجا. اما این حدیثی منسوخ شده است یا نسخ شده است، دیگر بر این عمل نمی شود، چون که این حدیث یا این حکم با حدیث ابن عباس رضی الله عنه نسخ شده است که ابن عباس رضی الله عنه می گوید پیامبر صلی الله علیه و آله در حالت احرام و روزه‌داری حجامه کرد. در بعضی روایت ها آمده است که حدیث شداد در وقت فتح مکه بود و ابن عباس رضی الله عنه در حجة الوداع پیامبر صلی الله علیه و آله را همراهی میکرد. پس از این معلوم می شود که یکیش در اول اسلام بود یا در اول اسلام نه، فتح مکه در 8م سال بود، اما یکیش در اول تر هست و دویمش بعدتر هست. حجة الوداع آخران قسمتی یا آخران در آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم شده بود. پس از این معلوم می شود که حکمی که در اول گفته بود منسوخ شدگی هست، دیگر حکم بالای آن حکم یا بالای آن عمل کرده نمی شود. پس ببینید که اگر یگان کس سنن ابی داود رو بکشاید و این حدیث افطر الحاجم المحجوم رو اگر بخواند و از تمام این دیگر گپ‌های اصولی با خبر نباشد، چی ضرر میرسد به او؟ چی حادثه می شود؟ میگوید که در وقتی روزه‌داری حجامه کردن جایز نیست. به این گونه خلاصه میرسد. شما این رو درک کرده میتوانید که این چقدر خطرناک هست و از کم علمی یعنی میبراید.
برای همین هست که انسان باید پورا علم رو بیاموزد و صبر داشته باشد پیش از ردیه کردن، پیش از یعنی عصبانی شدن، پیش از یک کس رو حق و باطل گفتن. این گونه گپ ها برای ما و شما نیست. ما تنها باید سرمان خم باشد، علم رو آموزیم و آهسته آهسته. برای چی علما اختلاف میکنن، برای چی یعنی امت تفرقه شدگی هست، برای چی چندین گروه ها می باشد، این گونه چیزها رو بعد آهسته آهسته شما درک خواهید کرد. اما ببینید که کسی که آگاه نباشد از این گونه گپ‌های اصولی مثلا ناسخ و منسوخ رو نشناسد، کتاب سنن نبی داود رو میکشاید، همین حدیث رو میبیند و بعد این حدیث رو در نوار کرده مثلا در گروهش نشر میکند یا همچنین یک فتوا میدهد که نه هنگامی روزه‌داری شما باید حجامه نکنید. آیا این نتیجه درست شد؟ البته که نه. و چهارم این است که اجماع امت، علمای امت، یعنی اجماع علما اگر به این دلالت کند، یعنی خلاصه ای که تمام علمای امت به این باشد، به این برسد که بر این حدیث دیگر عمل نیست از چندین سبب ها. ما اگر سبب های آنها را هم ندانیم، اما وقتی که علمای امت اجماع میکنن یعنی متفق میشوند، اتفاق میکنن بر همین گپ که نه این حدیث قابل عمل نیست یا این حدیث بر این حدیث عمل کردن نمیشود از سبب این چیز و این چیز و این چیز، ما همون اتفاق شدن آنها رو میگیریم همچون دلیل که بر این حدیث که این حدیث دیگر نسخ شده هست. مثلا یک حدیثی هست درباره کسی که شراب می نوشد. هر کسی که شراب نوشد او رو بزنید. اگر در باری چهارم تکرار کرد او رو بکشید. همین حدیث رو ما یک چند روز پیش و فکرم دین روز بود، پری روز بود، در خود کتابی سنن النسائی یا سنن نبی داود بود، یکی از این دو کتاب به فکرم نسائی بود که ما اشریبه میکنیم، در کتاب الاشریبه گذاشتیم و این چندین متن دارد. من شرب خمرا فضربوه فإن عاد فضربوه فإن عاد فضربوه، باز کرد بزنید، باز کرد بزنید، چهارم بار اگر باز تکرار کرد او را بکشید، فقتلوه می آید. اما یگان کس در مروری تاریخ اسلام بالای این آخرین قسمتش عمل نکرده است که کسی که شراب بنوشد او را بکشد، چون که حد شراب نوشی یا 40 لاش هست یا اینکه 80 لاش هست. خب پس کسی که پس این آخرین قسمت، بالای این آخرین قسمتش کسی عمل نکرده است و این حکم با اتفاق علمای اسلام نسخ شدگی هست، یعنی که آخرین قسمتش کسی او را نمیکشد در آخر اگر تکرارم بکند، تنها باید حدی شرب خمر یعنی حدی نوشیدنی شراب باید بالای او تطبیق شود، اما کشته نمی شود. برمیگردیم به خود متن کتاب ببینید و بعدا امام ابن الملقن میگوید و معرفت الصحابه. اگر باید داشته باشید من به شما گفتم که از این صحیفه به بعد تنها به بعضی گفتگوها اشاره میکند، یعنی مصطلح ها رو نمی آورد، اصطلاحات حدیثی رو اونقدر نمی آورد، تنها با بعضی گفتگوها یا بحث های اشاره میکند که این بحث رو هم، از این بحث هم باید شما آگاه باشید، از این بحث هم شما باید آگاه باشید. مثلا میگوید که و معرفت الصحابه، یعنی که در علم حدیث باید که شما از الصحابه رضی الله عنهم، از نامهای آنها، ترجمه حال آنها، تاریخی وفات آنها باید آگاه باشید. آگاه باشید از صحابه و اتباعهم. و این چنین شما باید که از تابعین، کسانی که آنها رو پیروی میکنند، پیروان آنها یعنی از تابعین رحمهم الله، شما باید آگاه باشید. چون که وقتی که حدیث روایت می شود اولا از صحابه رضی الله عنهم آغاز می یابد. اولا صحابه رضی الله عنهم حدیث رو روایت میکنند، بعد از صحابه تابعین میگیرند، از بعد تابعین میگیرند. پس ما باید از تاریخ وفات آنها، از مختصر ترجمه حال آنها باید با خبر باشیم. و برای این من به شما تنها در این صحیفه دو کتابی رو پیش کردم که شما از این دو کتاب حداقل از عنوانهای این دو کتاب آگاه باشید، که این کتاب‌های هست که در این کتاب‌ها مختصر کرده اولا نام‌های تمام صحابه رضی الله عنهم موجود هست، یعنی تمام صحابه رضی الله عنهم، مخصوصا آنهایی که حدیث روایت کردگی هستند. خب حدیث روایت کردگی هستند و کسانی که مخصوصا زیاد روایت کردگی هستند و صحابه رضی الله عنهم که خیلی مهم هستند در تاریخ اسلام با مانند خلفای راشدین و غیره، این دو کتاب ترجمه حال آنها رو مختصر کرده جمع کردگی هست. یعنی این گونه درباره زندگی آنها زیاد نیست، تنها درباره مختصر کرده درباره هر یک صحابی
یک یعنی معلومات مختصر پیش کرده می شود که نام پورش این گونه بود، در این سال تولد شده بود قبل الحجره و در این سال وفات کردگی هست، مثلا رقم یا عددی احادیثی که روایت کردگی هست این رقم هست، این قدر هست، مثلا در خلافت ابوبکر یا در خلافت عمر رضی الله عنهم به این طرف روان کردگی شد یا این شهر را فتح کرد، مثلا در این جنگ ها در این غزوه ها حاضر بود و غیره و غیره، پیش از اسلام در این دین بود یا این کارو میکرد. یعنی این گونه تفصیلات و معلومات مختصر پیش کرده میشد در باره هر یک صحابی. البته اگر صحابی مهمتر و مشهورتر باشد، مثلا خلفاء راشدین باشد، در باره ترجمه حال آنها زیادتر تفصیلات هست. اما اگر صحابی باشد که تنها یک حدیث روایت کردگی باشد یا آنقدر بین صحابه حدیث روایت نمی کرد، تنها به زندگی خودش مشغول بود، درباره این گونه صحابه معلوماتی کمتر هست. این است کتابی الاصابه فی تمییز الصحابه از امام ابن حجر العسقلانی. این آنقدر چاپی بهترین نیست، اما عموما همین کتابخانه دارالکتب العلمیه همین کتاب رو نشر کردگی هست. یک چاپ دیگر هم به فکرم هست، اما عموما همین عکسش البته در گوگل از همین کتابخانه زیاد میبراید. این قریب 8 مجلد هست. 8 مجلد هست. من هم از همین چاپ دارم متاسفانه، اما کفایه میکند، یعنی خوب هست. و این است اسطالغابه فی معرفت الصحابه از ابن الاثیر رحمه الله. این هم در موردی همین موضوع هست، در موردی ترجمه حالی صحابه رضی الله عنهم. و این کتاب ها، هر دو این کتاب ها مخصوصی صحابه هست، نه از دور تابعین دیگر نیست. اما این صحیفه بعدی رو اگر نظر کنید، این یک چندین کتاب های هست که شما میتوانید در این کتاب ها در موردی یا درباره راویان حدیث معلومات پیدا کنید. این کتاب های نیست که باید از غلاف تا غلاف خوانده شود، کتاب های موعظه یا کتاب های تاریخ. خب کتاب های تاریخ میتوانیم بگوییم، اما کتاب های موعظه یا کتاب های درسی نیستند، کتاب های قصه یا موعظه یا تذکره یا مناقب نیستند، اما کتاب های بحثی هستند، یعنی برای جستجو کردن، برای تحقیقات پیش بردن هستند. این از سیر و اعلام النبلاء از امام ذهبی محدث بود. این از تهذیب و تهذیب از ابن حجر العسقلانی و این از لسان المیزان، اینم از ابن حجر العسقلانی می باشد. سیر و اعلام النبلاء کمی کتاب هست در مورد راویان حدیث از عصر صحابه رضی الله عنهم تا عصر خود امام ذهبی. در این کتاب خیلی زیاد تفصیلات هست، در مورد طبقه آنها هم گفته می شود، درباره ترجمه حال آنها هم کمی پیش کرده می شود، درباره قوت، یعنی چی قوت داشتن در حدیث، چی ضعیفی داشتن در حدیث، در کدام فن شهرت داشتن یا مشهور بودن، درباره راویان حدیث و درباره علمای همین زمانه صحابه سر می شدگی تا زمانه خودش نوشتگی هست. اما این کتاب تهذیب و تهذیب این مخصوص تر هست برای فن حدیث، برای راویان حدیث، چون که امام ابن حجر در این کتاب اختصار کردگی هست کتاب امام مزی را، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، یعنی مختصر کردگی هست. خیلی یک کتاب دراز هست که امام المزی نوشتگی هست که این گونه اینقدر دراز می باشد، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال مختصر کردگی هست به همین قدر، و تمامی تفصیلاتی که آنقدر ضروری نیست، مثلا درباره حیاتی آنها یا قصه هایی که با آنها پیش اومده، آنها را حذف کردگی هست و با جای آنها تنها درباره نامی آنها، درباره قوت آنها در حدیث، طبقه آنها در کدام زمانه بودند، در کدام البته تاریخ وفات و تاریخ تولد، اگر در حدیث کمبودی داشتن یا نقص داشتن، چی نقص داشتن، خاطره ضعیف داشتن، خاطره قوی داشتن، چی کتاب ها رو تصنیف کردگی هستن. مثلا تمام این تفصیلات رو می نویسد در تهذیب و تهذیب. و لسان المیزان که هست، این مخصوصی راویانی هست که یا ضعیف هستن یا از ضعیف پایانتر، کدام مشکلاتی که داشتن هست. بعضی راویانی که کمی درباره آنها گفتگو هست، اما در آخر ثقه هستن، با اعتماد هستن. اما لسان المیزان عموما راویانی دارد یا درباره راویانی می باشد که آنها کمی درباره آنها گفتگو هست یا مشکلات هست. و
خب این است، هر دو اینها از امام ابن حجر هست. بعضی اینها درباره صحابه رضی الله عنهم هم دارند، اما مخصوص تر برای صحابه این کتاب را نظر کرده میشد و برای راویان حدیثی که از اصل تابعین آغاز می‌یابند این کتاب را نظر کرده میشد. و تنها این 3 کتاب هست، دیگر کتاب ها هم هست، چطوری که گفتم تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، لسان المیزان هست، میزان الاعتدال هست، تقریب التهذیب هست، دیگر کتاب ها هم موجود هست. البته در مورد راویانی که ضعیف هستند کتاب الضعفاء هست، التاریخ الکبیر هست، تذکرة الحفاظ هست، خیلی زیاد کتاب ها هست. اما برای آشنا کردن شما ما از همین 3 کتاب آغاز کردیم که همین 3 کتاب رو نام هایشان رو کمی بشناسید، خوب هست برای شما. به هر حال اکنون ادامه میدهیم به دیگر چی میگوید. و من روى من الاکابر عن الاصاغر كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما. میگوید که و این چنین یک عالم حدیث، شاگردی حدیث باید از روایتی کسانی که کلان هستند، از کسانی که خرد هستند آگاه باشد. این یعنی از روایتی بزرگان از خردسالان باید آگاه باشد. یعنی کسانی که بزرگ هستند، چی در سن سال می باشد، چی در قدر و منزلت می باشد، کسانی که قدرشون بالاتر هست، سن سالشون بالاتر هست یا علمشون زیادتر هست، کسانی که از بین آنها از خردسالان روایت میکنند، شما باید از آنها آگاه باشید. مثلا میگوید روایتی خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم از تمیم الداری. این آنقدر مثالی آنقدر خوب نیست، چون که کمی نوآموز را سرگم میزناند که چطور پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند وقتی که تمام روایت ها به خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم برمیگردد. اما من این را ان شاء الله در یکی از صحیفه ها میفهمانم. و این چنین میگوید که از صدیق، از ابوبکر صدیق رضی الله عنه اگر روایت کند. عموما من فکر میکنم که خودی روایت کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم باید همچون مثال پیش کرده نشود. اما فرض کنید که یک شیخ از شاگردش یک روایت رو اگر روایت کند، این را گفته میشد روایت کردن کبیر از صغیر یا اکابر عن الاصاغر. و من میفهمونم که برای چی این یک بخش هست و این گونه عنوان دارد و برای چی ما این رو باید بفهمیم و از این باید آگاه باشیم. اما میگوید و یلقب ایضا بروایت الفاضل عن المفضول. و این نوع حدیث رو این چنین گفته میشود روایت کردن فاضل از کسی که مفضول هست، یعنی کسی که بهتر از اون کسی که پایانتر هست. و این چنین این رو نام گذاشته میشه روایت الشیخ. صحیفه بعدیش کمی بدتر هست، عن التلميذ، روایت کردن شیخ از شاگردش. یعنی این نام ها را هم دارد. ما میتونیم این را روایت الاکابر عن الاصاغر بگوییم، یا روایت الفاضل عن المفضول، یا روایت الشیخ عن التلميذ. مثلا میگوید به مانند روایت کردن امام زهری و یحیی بن سعید و ربیعه و دیگران از امام مالک. اکنون امام مالک شاگرد امام ربیعه بود، ربیعه الرأی، یا شاگرد امام زهری بود. از اینها روایت کردگی هست امام مالک. اما اینها هم از امام مالک روایت کردگی هستند. اگر اینها از امام مالک روایت کنند، همین حدیث را ما روایت الاکابر عن الاصاغر میگوییم، چون که آنها در اصل شیخی امام مالک میباشند. خب و برای چی این رو دانستن و فهمیدن مهم هست؟ برای آن که عموما ما عادت داریم که در سند ما کسی خرد رو نامی کسی که خرد هست پس از نامی کسی که کلان سال هست میبینیم. همین خیلی نیست؟ عموما کسی که کلان سالتر هست شیخ میباشد، استاد میباشد، و بعد از استاد یا شیخ ما نامی خردسال رو میبینیم. و همین خیلی هر کسی که پس از شیخش میآید باید در سن سال خردتر باشد یا در علم خردتر باشد، در مرتبه باید پایانتر باشد. عموما همین گونه می باشد. اما برای آن که ما سرگم نزنیم و فکر نکنیم که در اینجا برعکس ناخواست نام ها گذاشته شدند، این گونه یک بخش را علما تصنیف کردند و این گونه روایت ها را و این گونه شیخ و تلمید ها را، یعنی که استاد و شاگردان را جدا کردگی هستند، نام های آنها را نوشتگی هستند، به قید گرفتگی هستند، تا اینکه ما را آگاه بسازند که بعضا استادان از شاگردانشان هم روایت کردگی هستند. شما گمان نکنید که در اینجا نام ها برعکس نوشته شدگی هستند ناخواست، بلکه در اصل نام ها به همین ترتیب می آیند. فهمیدین؟ وقتی که همین گونه کتاب ها یا در کتاب های مستقلانه و جدا نام های آنها نوشته شود و حدیث های آنها آورده شود که ببینید یعنی این است شاگرد و این است استاد. در این مورد عموما شاگرد از استادش روایت میکند، اما در این حدیث ها استاد از شاگردش روایت کردگی هست، برعکس حدیث هایی که خودش نشنیدگی باشد. پس ما را آگاهی میدهد، ما را آگاه میسازد که
این غلطی نیست، این خطا نشده است در املا یا در فهمیش، بلکه این به همین ترتیب می آید. فهمیدین؟ مثلا اگر ما یک حدیثی رو ببینیم، گرچند که گفتم که اونقدر مثال خوب نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله از تمیم الداری روایت میکنه، شاید یک نوع آموز یا کسی که این بخش رو نمیداند بگوید که نه، پیامبر هیچ وقت از کسی روایت نمیکند، بلکه باید تمیم الداری از نبی صلی الله علیه و آله باشد. اما در اصل اون نفهمیده است که تنها این به یک قصه اشاره هست که نبی صلی الله علیه و آله از تمیم الداری شنیده بود و بعداً به صحابه رضی الله عنهم رساند و گفت که تمیم الداری به من یک واقعه رو نقل کرد و این شد روایت کردن نبی صلی الله علیه و آله از تمیم الداری، گرچند که تمیم الداری یک صحابی بود. فهمیدین؟ خب در اینجا که در اینجا که مؤلف میگوید روایت نبی صلی الله علیه و آله از تمیم الداری، در اینجا یک ایزا هست، یعنی حدیث الجساس الطویل فی صحیح مسلم، حدیث جساسه. این کدام حدیث هست و کدام واقعه هست؟ من در اینجا برای شما نوشتم، این رو نمیخونم، شما خودتون اگر شوقمندی دارید به این واقعه و این قصه شما میتوانید بخونید، اما جای اصلی این است که انه حبسنی حدیث. اول در اینجا ببینید حدثنا النفیلی، این رو من از سنن ابی داود گرفتگی هستم. امام ابو داود روایت میکند با سندش از نفیلی از عثمان بن عبدالرحمن. تمام این سند برمیگردد به فاطمه بنت قیس که روایت میکند از پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید، خب درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که اخر العشاء الاخره ذات لیله ثم خرج فقال انه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري. یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا چی میگوید؟ یک شب نماز خفتن یا نماز عشاء رو کمی تأخیر داد و بعداً بیرون شد از حجرش و چی گفت؟ گفت که انه حبسنی، مرا یک حکایت، یک حدیثه، یعنی که یک گفتنی، یک خبری، یک حکایتی باز داشت، تأخیر داد، سبب شد که من تأخیر کردم که این واقعه را یا این حدیث را به من تمیم الداری حکایت میکرد یا به من تمیم الداری روایت کرد یا گفت، نقل کرد. این از جای اساسی. پس در اینجا میبینیم که این چی شد؟ روایت نبی صلی الله علیه و آله عن تمیم الداری و این داخل میشود ما تحت روایت الاکابر عن الاصاغر. و این درباره قصه جساسه هست و دجال هست که تمیم الداری با صحابه رضی الله عنهم در یک سفرشون گم شدن و در یک جزیره رسیدن که در آنجا یک زن را به نام جساسه دیدن و بعداً جساسه آنها را راهنمایی کرد به دجال و آنها از پیش دجال رو دیدن. به هر حال این یک قصه شما میتوانید که این رو بخونید، یا واقعی که با صحابه رضی الله عنهم پیش اومده بود. ما به گپ‌های اصلی برمیگردیم ان شاء الله. این شد روایت الاکابر عن الاصاغر. خب و فایده این بخش من برای شما فهموندم که از چی سبب ما باید از این بخش احادیث آگاه باشیم تا اینکه در غلط فهمی نافتیم. اکنون میگوید و این چنین یک شاگرد حدیث باید از روایت النظیر عن النذیر با خبر باشد. روایتی هم سن سال یا هم سان یا هم نذیر از هم نذیر، بمانندی از سفیان الثوری كالثوري وابي حنيفة عن مالك حديث الأيم أحق بنفسها من وليها. سفیان الثوری و ابو حنیفه و امام مالکی بودن، آنها هم عصرها بودن، یعنی که در یک زمانه، تقریبا در یک زمانه، البته پس و پیش شده بودن. مثلا امام ابو حنیفه در سال 80 تولد شدگی بود، امام مالک در سال 93. اما عموما این رو یک عصر گفته می شود. همین خیلی است. امام سفیان الثوری هم در یک عصر و زمانه بودن. پس آنها از جهت درجه، از جهت طبقه، همش علمای چی بودن؟ علما بودن در حدیث و در فقه، در هر دوی این فنها چی داشتن؟ سبقت داشتن، مهارت داشتن. پس آنها هم نظیر هستند، مانند هستند به هم دیگر، در درجه یک هستند، یکیش از دیگرش کلانتر نیست یا یعنی بالاتر نیست. مثلا آنها چی میکنند؟ ثوری و ابی حنیفه روایت میکنند حدیثی الایم احق بنفسها من ولیها، که زن بالغه خود از ولیش، یعنی در مورد نکاحش حقدارتر هست. البته در این گفتگو هست که آیا امام ابو حنیفه در اصل از امام مالک یگان حدیثی را روایت کردگی هست با سندی صحیح یا نه، اما این گفتگوی جدا هست. فرض کنیم اگر این گونه سند باشد و این سند قوت اگر داشته باشد، این رو گفته میشه روایتی نظیر عن النظیر، روایتی هم سبق یا اینکه هم مانند از هم مانند. و بعدا پنجم این است و معرفت روایت الآباء عن الابناء. این پنجم بخشش کی هست؟
به بخش 48 که معلقه گذاشتیم روایت الاکابر عن الاصاغر هم مانند هست. اهمیت دادید چون که کبیر از صغیر وقتی که روایت میکند ما تحت همین کبیر و صغیر آبا عن الابناء هم داخل میشود، پدران از پسران خود، روایتی و شناختنی یا آگاه بودن از روایتی پدران از فرزندان خود. مثلا که روایت العباس عن ابنه الفضل و عکسه. خب و كذا رواية الأم عن ولدها، مثلا میگوید که روایتی العباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه وقتی که از پسرش الفضل روایت کند یا از خودی ابن عباس عبدالله ابن عباس روایت کند. خب و این چنین روایتی مادر از پسرش، البته دختر هم داخل میشد، عموما این گونه نمیشود، اما این بخش هم یعنی میگوید به ما چی میگوید مؤلف؟ میگوید که شما باید از این بخشی احادیث آگاه باشید. دیدید که در اینجا اونقدر تفصیل نیست، تنها میگوید که شما باید آگاه باشید که بعضی وقت پدرها از پسران خود روایت میکنن حدیث. شما سرگم نزنید، در غلط فهمی نافتید که در اینجا باید پسر از پدر روایت کنند، نه اینکه پدر از پسر، چون که بعضی وقت میشود که یک کسی که در مرتبه بالا هست، در مرتبه قدر دارد، اما از یک چیزی آگاه نمی باشد. همه وقت یک کسی که سن سالش بالا هست معنای آن را ندارد که تمام چیز را میداند و تمام چیزی که خردسال میداند از آنها آگاه است. بعضی وقت کلان سالان هم نمیدانند بعضی چیزهایی که خردسال میدانند. پس این گونه هم رخ دادگی هست، پیش آمدگی هست و این را گفته میشه روایت الآباء عن الابناء. خب و بعدا میگوید و معرفت المدبجی و شناخت مدبج. من کمی میخواستم تفصیلات رو از توضیح الابهر با شما پیش کنم، اما چون که متاسفانه خیلی وقت هم کم مانده است من پیش نکردم. در آخر یک میبینیم انشاءالله. و دانستن مدبج و روایت الاقران یک بخش حدیثی هست که من کمی با شما انشاءالله پیش میکنم تفصیلاتش رو. اما میگوید مدبج حدیثی رو گفته میشود که روایت الاقران بعضهم عن بعض، وقتی که دو همسبقان، دو کسی که در یک دو کسی که قرین باشند، دوست باشند یا همسبق باشند یا اینکه همزمان باشند، وقتی که یک حدیث رو از یک دیگر روایت کنند با سند یک دیگر، این رو گفته میشود روایت المدبج. اما وقتی که تنها یکی از آنها از دیگرش روایت کند و دویمش از یکمش روایت نکند، این رو گفته میشود روایت الاقران. پس در اینجا میگوید فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغیر مدبج. این در اینجا تنها میگوید که این مدبج نیست، غیر مدبج است، اما این رو در اصل گفته میشه روایت الاقران. خب در اینجا من برای شما پیش کردم خب تعریف اقران رو یا اینکه روایت الاقران چیست. من المدبج و روایت الاقران در اینجا صلاحها گذاشتم که شما بفهمید که هم المدبج و روایت الاقران به هم دیگر تعلق دارند. اولا آغاز میکنیم از روایت الاقران. خب اقران جمع قرین هست، یعنی اقران جمعی کلمه قرین هست که معنای همراه و دوست هست، چطوری که در لغت آمده است در قاموس. اصطلاحاً بر راویان گفته میشد الروات المتقاربون فی السن والاسناد، راویانی که در سن و سال و سند نزدیک باشند، نزدیک با هم باشند. اما تعریف مکملتر چیست؟ ان یروی احد القرینین عن الاخر، وقتی که یکی از دو قرین از دیگر حدیث روایت میکند اما دویمش از یکمش روایت نمیکند همان حدیث را. مثلا روایت سلیمان التیمی، روایت کردن سلیمان التیمی از مسعر بن کدام، فهما قرینان، هر دوی آنها قرین هستند، در یک زمان دوست هستند، در سن و سال قریب هستند. لكن لا نعلم لمسعر رواية عن التيمي، اما ما یک حدیثی رو نمیابیم، نداریم که مسعر روایت کرده باشد از تیمی، از سلیمان التیمی. تنها از بین هر دوی این دوستان سلیمان التیمی از دوستش مسعر روایت میکند، اما مسعر از آن همان حدیث رو روایت نمیکند یا یک حدیث دیگر رو روایت نمیکند. این رو گفته میشه روایت الاقران. این تنها یک عنوانی هست که شما باید از آن باخبر باشید. و مقابل این المدبج چیست؟ ببینید مدبج اسم مفعول هست از تدبیج، اینجا ترجمهش رو میخونم، اسم مفعول از تدبیج هست که معنای زیبا گردانیدن و آرایش دادن رو دارد. این کلمه از دیباجته الوجه یعنی گرفته شده است که به دو رخساره اشاره میکند، زیرا آنها برابر و همسطح هستند. از این رو مدبج هم به برابری راوی و مروی عنه، یعنی شخصی که از او حدیث نقل میشه، دلالت میکند. این است از جهتی لغویش. اما اصطلاحیش یروی القرینان کل واحد منهما عن الاخر، حدیثی است که دو راوی همسین و همزمان از یکدیگر روایت میکنند، یعنی هر کدام از دیگری حدیث نقل میکنند.
و مثال این چیست؟ این مثال میتواند در عصر صحابه باشد، در عصر تابعین باشد. مثلا در عصر صحابه روایت عایشه رضی الله عنها از ابو هریره و ابو هریره از عایشه رضی الله عنها، این شد روایت الاقران، بخشش این شد المدبج. و در زمان تابعین مثلا اگر امام زهری از عمر بن عبدالعزیز روایت کند و عمر بن العزیز از امام زهری، این شد المدبج. خب خیلی آسان هست، دیگر تفصیلات ندارد. البته برای چی این بخش ها تقسیم شدگی است؟ برای چی ما حدیث را از این صفت ها یا وابسته به این صفت ها تقسیم میکنیم؟ برای آن که در غلط فهمی کسی نافتد و آگاه باشد که بعضا کسانی که همسین سال هستند یا همزمان هستند از یکدیگر روایت میکنند. شرط نیست که همه وقت باید شیخ و شاگرد باشد و شیخ باید در یک طبقه بالاتر باشد و شاگرد باید در یک طبقه پایانتر باشد. شرط نیست که همه وقت باید ترتیب این گونه باشد که نبی صلی الله علیه و سلم، صحابه یا صحابی، تابعین، صحابی، تابعی، اتباع تابعی، این گونه ضروری نیست که ترتیب همه وقت باید این گونه باشد. بعضی وقت می شود که در سند نبی صلی الله علیه و سلم می باشد تابعی، بخشش نبی صلی الله علیه و سلم می باشد صحابی، صحابی، تابعی، تابعی، یعنی دو تا تابعی پای هم آمدنش ممکن هست. خب این تنها برای غلط فهمی ها رو دور کردن هست که این گونه بخش ها به این گونه تقسیمات حدیث تقسیم می شود بعضی وقت. خب اکنون دیگر در اینجا می گوید و معرفت روایت الاخوه والاخوات، و این چنین یک شاگردی حدیث باید که از روایت برادران و خواهران باید آگاه باشد. برادران و خواهران کسانی که برادر و خواهر هستند، تا اینکه کسی در این غلط فهمی نافتد که گمان کند که نه این پسر خطاب که است نامش عمر هست. میتواند که یک پسر دیگر هم داشته باشد. مثلا میگوید که عمر و زید ابنی الخطاب، مثلا عمر و زید هر دوی اینها پسرانی خطاب می باشند. تنها عمر بن الخطاب نیست، زید بن الخطاب هم هست. از این آگاه باشید. یعنی از تفصیلات راویان به ما تشویق می دهد که شما از تفصیلات راویان و صفت های روایت کردن هم آگاه باشید. و این چنین شما آگاه باشید از و من اشترک عنه فی روایت اثنان تباعد ما بین وفاتیهما. این رو من از کتاب التوضیح الابهر به شما پیش میکنم. میگوید و معرفت الاخوه والاخوات المفید چی فایده دارد؟ رفع ظن اخوه من اشترک فی اسم الابی، چونکه ما را آگاهی میدهد کدام راویان برادر و خواهر یک دیگر هستند، یا اینکه ما را آگاه می سازد که آیا در اینجا حقیقتا دو نفر هست که برادر و خواهر یا برادران یک دیگر هستند، یا آیا این راوی به دو نام چی شده است، معرفی شده است، کدامش هست. این فایده را دارد. و در اینجا میگوید صنف ای صنف فی هذا النوع جماعه، یصنف فی هذا النوع جماعه من الائمه كعلی بن المدینی. مثلا میگوید که علی بن المدینی در این بخش کتابی را تصنیف کرده است، جمع کرده است. به هر حال میگذاریم و میگوید که و بعد از این در متن چی بود؟ و معرفت الاخوه والاخوات. خب فی اسم الابی كعمر و زید ابن الخطاب و عتبه و عبدالله ابن مسعود. مثلا دیگر مثال ها رو در اینجا پیش میکند. عتبه و عبدالله هر دوی اینها پسرانی مسعود هستند. و اسماء و عایشه ابنتی الصدیق، اسماء و عایشه هر دوش دخترانی صدیق بودند و کلهم صحابه. یعنی که میگوید که از اینها آگاه باش. و در این تعلیقات بعضی تفصیلات رو میدهد که مثلا در اینجا مثلا نظر کنید، این رو در وقت خود میتوانید مطالعه کنید. عتبه کی بود؟ چهارم رو میبینیم در این ایزا. الصحابی عتبه بن مسعود الهذلی. الاصابه، دیدید الاصابه، سبحان الله، الاصابه چقدر یک نقطه خوب در اینجا پیش شد. الاصابه یعنی که این از الاصابه فی تمییز الصحابه از ابن حجر الاسقلانی میباشد. این فایده رو در اینجا این مؤلف نوشته است. فهمیدید؟ یا این محقق نوشته است. به هر حال و معرفت و این چنین باید آگاه باشد از من اشترک عنه فی روایت اثنان تباعد ما بین وفاتیهما، و باید آگاه باشد که کی از آن شخص، از آن راوی روایت کرده است، کدام دو نفر از آن شخص روایت کردگی هست که بین وفات آن دو راوی از همان شخص خیلی یک مدتی طولانی هست. یعنی که یک راوی هست و از همان راوی دو نفر روایت کردگی هست، اما بین وفات هر دوی آن نفرها خیلی وقتی طولانی هست که کمی انسان را در غلط فهمی می اندازد که آیا این درست هست که یعنی 100 سال بین اینها هست. چطور می تواند که هم این شخص از این روایت کردگی باشد و هم این شخص از این راوی می تواند روایت کردگی باشد؟ چطور امکانش هست که هر دوی اینها شاگرد این شیخ هستند اما بعضی وقت امکانش می باشد؟ خب مثلا میگوید المفید رفع ظن سقوط
فی مسند المتأخر. میگوید که این غلط فهمی رو دور میکند که بین آنها یک کسی افتیده باشد، حذف شده باشد. در اصل بین این دو کسی نه افتیده است و این رو سابق و لاحق هم میگویند. و در اینجا یک مثال میدهد کالسراج بتشدید را، این را ثم جیم، میفهماند چگونه این نام را باید تلفظ کرده شد. ضبط این نام را میگوید مثلا كالسراج فإن البخاري روى عنه اشیاء فی تاریخه و غیره. امام بخاری از سراج روایت کردگی هست و این چنین از این شخص روایت کردگی هست الخفاف. خب و این میگوید که نام این را چگونه باید تلفظ کرده شد. بمعجمه مفتوحة ثم فاءین اولهما مشدده و بین وفاتهما 137 سنه او اکثر. و بین هر دوی این راویان چقدر مدت هست؟ 137 سال هست یا زیادتر. چگونه؟ در اینجا اگر نظر کنیم در تعلیقات، سراج که هست نامش رو در اینجا پورا میگوید که محمد بن اسحاق هست، الثقه هست و غیره. همین است. بله همین است. و وفات کردگی هست در اینجا ببینید تا 313 هجری، یعنی که موت یا وفات کردگی هست سالی 313 هجری. و خفاف که هست ببینید دوم ابوالحسین احمد الخفاف که هست نیسابوری هست، این در سال 395 وفات کردگی هست. و میگوید که امام بخاری خودش در سال 256 وفات کردگی هست و خفاف در سال 395. پس بین فیکون بین وفاتیهما 139 سال. بین وفات هر دوی آنها 139 سال شد. خب در اینجا 7 گفتک 137، اما باقی ندارد، کمی زیاد گفتک. به هر حال مقصدش همین است که کسی در این غلط فهمی نافتد که بین همین دو راویان یک کسی حذف شدگی است، چون که این خیلی بین آنها مدتی دراز هست، امکانش هست، امکانیتش هست. اکنون میگوید که این چنین شما باید آگاه باشید از تمام اینها و ما تنها از این دو بخش آخران با تفصیل میگذریم. پس این را از توضیح الابهام نظر میکنیم. و این چنین میگوید و معرفت من لم یروی عنه الا واحد من الصحابه فمن بعدهم. و این چنین شما باید آگاه باشید از کسانی که از آن راویانی که از آنها تنها یک نفر روایت کردگی هستند، چه از دور صحابه باشد یا از کسانی که پس از آنها از تابعین و غیرهم، که محمد ابن صفوان الانصاری الصحابی مثلا میگوید که محمد ابن صفوان صحابی بود، لم یروی عنه غیر الشعبی، تنها از محمد ابن صفوان الانصاری الصحابی که بود تنها از او امام شعبی روایت کردگی هست. و بعدا و که حسین دیگر مثال ها رو میدهد و که حسین بن محمد الانصاری التابعی تفرد عنه الزهری، از این تابعی که نامش حسین بن محمد الانصاری التابعی بود تنها امام زهری از همین تابعی روایت کردگی هست. و بعدا میگوید که زید بن رباح المدنی من طبقه الثالثه تفرد عنه مالک، و از زید بن رباح که از مدینه بود تنها امام مالک روایت کردگی هست. و فائدته في الصحابه أن مما ثبتت به الصحبة قول التابعي الثقة. میگوید که فایده این در عصر صحابه رضی الله عنهم این است که وقتی که یک تابعی از همان شخص روایت میکند، این یعنی میگوید که من از فلان شخص حدیث روایت کردم، این به ما نشان میدهد که همین شخصی که این تابعی از آن روایت میکند این صحابی هستی، برایش صحبت ثابت میشود. یک قولی تابعی الثقه یعنی گفتنی تابعی که با اعتماد باشد وقتی که از صحابی روایت کند به ما ثابت می شود که همان شخص صحبت داشت، صحابی بود، به ما معلوم می گردد. یعنی که این یک نقطه تاریخی هست. خب که در عصر صحابه یک کسی به نامی مثلا در اینجا ما گذاشتیم محمد بن صفوان بود که انصاری بود، و چگونه ما شناختیم که این یک صحابی بود؟ به قولی همین الشعبی، که شعبی وقتی که از محمد بن صفوان روایت کرد چی گفت؟ که این یک صحابی بود، یا من از محمد بن صفوان شنیدم که از پیامبر صلی الله علیه و آله به من روایت کرد. پس به ما معلوم می شود که محمد بن صفوان یک صحابی بود. فهمیدید؟ این است فایده فهمیدنی کسانی که یک کس از آنها روایت کردگی باشد. و میگوید که وفی من بعدهم عدم زوال جهالة العین عنه و این کان المختار خلافه. گرچند که این اختلاف دارد و تفصیلات دارد، یعنی که در عصر تابعین و اتباع تابعین چی فایده دارد که حد اقل ما میشناسیم که یک کسی از آنها روایت کردگی هست، آنها شخصی مجهول نیستند، شخصی نامعلوم نیستند.
به هر حال میگوید شما این چنین باید معرفتو من عرف باسماء او نعوت متعدده، باید اینها رو بدانید. کسانی که با نامها و لقبها و کنیت‌های گوناگون شناخته شدگی هستند آنها رو باید بدانید. چون که یک راوی چطوری که شما میدانید نام دارد، کنیت دارد، لقب دارد، بعضی وقت صفت دارد، نسبت دارد و بعضی وقت شاگردانی همین راوی میتواند آن را با نامش یعنی چی کند ذکر کند، بعضی وقت میتواند آن را با نسبتش ذکر کند، بعضی وقت با کنیتش ذکر کند. مثلا امام بخاری، ما عموما امام بخاری را با نسبتش میشناسیم، همین خیلی نیست، البخاری میگویم، صحیح البخاری، امام البخاری، اما نامش محمد بود، نام پدرش اسماعیل، محمد ابن اسماعیل هست. خب و چندین تا علما کنیتشون ابو عبدالله بود، مثلا قال ابو عبدالله، امام نسائی ابو عبدالرحمن هست، این است کنیت. خب بعضی وقت آنها لقب داشتن، غندر یا بندار، خب که چندین تا صفت ها و چندین تا نام ها به یک شخص اشاره میکند. پس از این نام ها، از این لقب ها و صفت ها ما باید آگاه باشیم. خب مثلا او حرفه او نسب، بعضی ها به حرفه یعنی به کارهایی که میکردن، کارها و مهارت هایی که داشتن، به همین چیزها نسبت داده میشدن. اگر مثلا کاری نانپزیر رو پیش می بردن به این کار مشهور می شدن، اگر خطاط بودن به همین کار مشهور می شدن، اگر با بوت و با مثلا پای افزار کار میکردن با این کار مشهور می شدن، اگر با متریال و با تیکه اگر مشهور بودن یا کار داشتن با همین کار مشهور می شدن. یعنی خیلی زیاد حرفه های زیاد هست. به هر حال میگوید که محمد ابن السایب الکلبی المفسر میگوید ببینید متفق علی ضعفه، این محمد ابن السایب الکلبی این در حدیث ضعیف هست، گرچند که المفسر شماریده می شود. قیل فیه حماد، بعضی ها این را حماد گفتند، بعضی ها این را ابو النضر گفتند، بعضی ها این را ابو سعید گفتند، بعضی ها این را با نام ابو هشام معرفی کردن یا ذکر کردن. چون که یک انسان میتواند که چندین تا پسر داشته باشد، همین خیلی است. پس همین محمد ابن السائب میتوانسته باشد که پسر داشته باشد نضر، سعید، هشام. بعضی ها این را ابو النضر گفتند، پدری نضر، بعضی ها ابو سعید. پس اگر یک شاگرد حدیث از این گونه نامهای این راویان، از لقبهای گوناگون راویان اگر با خبر نباشد، این میتواند سببی غلط فهمی شود. مثلا اگر بداند که محمد ابن السائب ضعیف هست، خب اما اگر این را با نام ابو النضر الکلبی اگر نشناسد، چی؟ وقت خود را میگذراند در کوشش کردن در این کار که ابو النضر الکلبی کیست، اما در اصل ابو النضر الکلبی همین محمد ابن السائب هست. به هر حال میگوید این رو به فکر ما گذاشتیم. و معرفت الاسماء والکنى والالقاب مما من فوائده رفع ظن الواحد جمعه. مثلا و میگوید که و این گونه فهمید آگاه بودن از نام ها، از کنیت ها، از لقب ها چگونه که گذاشتیم. و این چی فایده دارد که ما یک انسان را چندین اشخاص شمار نمیکنیم. چطوری که در همین محمد ابن السائب مثال دادم، محمد ابن السائب میتواند که چندین نام داشته باشد، با چندین لقب ها شناخته شود. اما اگر کسی این لقب ها و صفت ها و کنیت های محمد ابن السائب را اگر نداند، شاید گمان کند که این یک نفر 5 نفر هست. و برای آن که از این غلط فهمی او را دور کنیم، ما باید که نام ها، کنیت ها و لقب های راویان را بشناسیم. و معرفت مفردات ذلك، و یعنی نازکی ها و باریکی های این بخش را باید بدانیم. و کسانی که مفرد هستند، یعنی که کسانی که تنها یک نام دارند. بعضی ها هستند که تنها با یک نام، با یک لقب آشنا هستند، معرفی هستند، یعنی با یک نام مردم او را میشناسند، دیگر نام ندارد. و برای همین است که ما باید از آنها هم آگاه باشیم. به هر حال خب دیگر و میگوید که و معرفت من اشتهر بالاسم دون الکنیتی، و باید ما از آن راویان آگاه باشیم که با نامهایشان مشهور شدگی هستند اما با کنیتشان نه. بعضی راویان همین خیل هست که با کنیتشان مشهور هستند، مثلا گفته می شود که ابو فلان، اما بعضی ها هستند که با نامشان مشهور هستند. و بعدا میگوید و عکسه و برعکسش. مثلا در اینجا میگوید که مثال برای نام و کنیت نه، و این کان معلومتا
این در اینجا مثالی سلمان الفارسی رو پیش میکند که با نام و نسبتش مشهور هست و برعکسش مثلا ابوالضحى و در اینجا زیادتر تفصیلات میدهد که ابوالضحى کیست؟ هو مسلم بن صبیح بالتصغیر الحمدانی، ثقه هست، فاضل هست، مشهور هست با کنیتش. یک راوی هست به نام مسلم بن صبیح الحمدانی اما با ابوالضحى مشهور هست. این رو هم باید آگاه باشید میگوید. خب اکنون در جای اصلی رسیدیم و معرفت من وافق اسمه اسم ابیه. خب نه در اینجا انشاءالله میرسیم. و این چنین شما باید آگاه باشید از کسانی که نامشون با نام پدرشون یک هست، همسان هست، موافق هست. مثلا میگوید که الحسن ابن الحسن، ببینید به مانند حسن پسری حسن، الموافق لاسم جده ایضا. میگوید که حتی نام پدرکلانش هم حسن بود. شما باید از اینها آگاه باشید. و فی شیوخ المؤلف ابن سید الناس، خوب و دیگر مثال ها رو میدهد. كل منهم محمد بن محمد بن محمد. بعضی ها بودن که نامشون محمد می بود، نام پدرشون محمد می بود، بابا کلانشون محمد می بود. شما باید که از این راویان میگوید که آگاه باشید، چون که یک محمد می تواند که راوی قوی باشد اما یک محمد دیگر می تواند راوی ضعیف باشد. و این چنین میگوید شما باید و معرفت المؤتلف خطا و المختلف لفظا، از اینها باید آگاه باشید. مؤتلف و مختلف این رو انشالله من به شما پیش میکنم در صحیفه ها. و معرفت المتفقی خطا و نطقا و المفترقی جدا و نسبتا، این رو انشالله نظر میکنیم در این صحیفه ها. و انشالله همین آخران بحثی هست که از این میگذاریم انشالله. المتفق و المفترق این یکمش هست، نظر کنید. المتفق میگوید اسم فاعل من الاتفاق و المفترق اسم فاعل من الافتراق ضد الاتفاق. متفق که هست این اسم فاعل هست از کلمه از مصدر اتفاق، خب افتعال وزن افتعال هست هر دوی آنها، که معنای موافقت و مانندی رو دارد. و مفترق این اسم این از باب افتراق هست که معنای تفاوت و جدایی شخصیت ها می باشد. این از معنای لغوی المتفق و المفترق. اصطلاحاً چی معنا دارد؟ ان تتفق اسماء الرواة و اسماء آبائهم فصاعدا خطا و لفظا و تختلف اشخاصهم. خب و غیره و غیره. میگوید که متفق و متفق و مفترق آن رو گفته می شود هنگام شبیه بودن نام و نسب و بعضا کنیه یا نسبت، هم در خط و هم در تلفظ، ولی شخصیت ها مختلف باشند. خب تتفق اسماء الرواة، نامی آنها، نام پدری آنها، یعنی که دو راوی جدا هست، دو شخص هست اما هم نامی آنها یک هست متفق است و هم نامی پدری آنها مانند هست، یک هست، هم در خط و هم در نطق هم در لفظ، اما شخصیت های آنها کی بودن آنها اختلاف دارد. خب پس این را گفته می شود که متفق یعنی متفق در نام ها، مفترق جدا در شخصیت ها. این گونه به یاد گرفته می توانید. مثال ها عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب وقتی که من بگویم شما یک شخص رو شاید به نظر بگیرید، به یاد بیاورید. عمر بن الخطاب صحابی مشهور، اما با نام عمر بن الخطاب 6 نفر هست، خب کی از همدیگر جدا هستند. و این چنین احمد بن جعفر بن حمدان 4 نفر هست در یک زمانه که ما باید از آنها یعنی آنها رو بشناسیم، چون که امکانیتش هست که بین آنها یک چند تایش قوی باشد، راویانی قوی باشند، یک چند تایش راویانی ضعیف باشد، شاید یکی از آنها صحابی باشد، مثلا عمر بن الخطاب یکیش صحابی هست، شاید یکی دیگرش تابعی باشد. خب پس این را گفته میشد المتفق و المفترق. فراموش نکنید متفق در نام و تلفظ و مفترق و جدا در شخصیت ها. و صحیفه آخران المؤتلف و المختلف، یعنی که خب المؤتلف اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي وهو ضد النفرة. ترجمه شو تنها میخونم. مؤتلف اسم فاعل هست از ائتلاف که معنای اتحاد و متحد شدن رو دارد. این ضد نفره هست، یعنی که جدا بودن. و مختلف چطوری که باید بدانید، مختلف یعنی تفاوت و اختلاف داشتن که ضد اتفاق است. یعنی از جهت اصطلاحی چی معنا دارد؟ ان تتفق الاسماء او الالقاب او الكنى او الانساب خطا و تختلف لفظا. نام ها یا لقب ها و کنیت ها و نسبت ها متفق باشند، یک باشند در خط، در نوشت، در ساختاری همون کلمه، اما در لفظ و در نطق مختلف باشند، دیگر باشند. خب این رو ما کمی گذاشته بودیم در مصحف و المحرف.
این کمی به همان دخل دارد، چون که اگر در این غلطی شود یا تصحیف یا تحریف گفته می شود. مثلا نظر کنید سلام و سلام در ساختار کلمه یک هستند، سین هست، بعد لام، بعد الف، بعد میم، اما در اعراب و در حرکت ها دیگر هستند. برای همین میگوید الاول بتخفیف اللام، با تخفیف. با یادتون هست که من گفتم که وقتی که شده باشد این رو گفتم میشه تشدید یا ثقیل، و اگر شده نباشد این رو گفتم میشه تخفیف. یکمش با تخفیف لام هست، با سبوکی لام، یعنی که لام یک تا هست، و دویمش با تشدید لام هست. یکمش سلام، دویمش سلام. دویم مثال مسور و مسور. الاول بكسر الميم و سكون السين وتخفيف الواو، والثاني بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو. یکمش میگه مسور هست، دویمش مسور. اما اگر تشکیل ها رو، حرکت ها رو من برطرف کنم، یک طرف کنم، هر دویش در ساختار کلمه یک هستند. پس این رو گفته می شود مؤتلف و المختلف، یعنی که مؤتلف همسان یا یک در ساختار کلمه، در خط کلمه، اما مختلف در نطقش. خب از تمام اینها هم ما باید آگاه باشیم، برای آن که وقتی که کتاب های اولی رو ما میکشاییم و میبینیم که در آنها اعراب نیستند، ما باید آگاه باشیم که این سلام هست یا سلام هست، چون که یکی از آنها میتواند قوی باشد، یکی از آنها میتواند ضعیف باشد. تمام این تفصیلات که ما گذاشتیم دایر به راویان حدیث، پدران، پسران، روایت فلان از فلان، کلان از خرد، خرد از کلان، هم عصرها، هم سبقان از همدیگر، تمام این فایده آنها همین است که عالم حدیث را، شاگرد علم را از غلط فهمی دور کند، در غلط فهمی نافتد و دو شخصیت را، دو نفر را آمیخته نسازد و حکم آنها را آمیخته نسازد. این است اهمیت و مهم بودن فهمیدن تمام این کاتگوری ها یا تمام این قسم های راویان. امیدوارم که خوب اینها رو فهمیده باشید و تفصیلاتی کفایه و کافی من داده باشم ان شاء الله. تنها در این صحیفه آخران من برای شما دو عکسی کتاب های متفق و المفترق و المؤتلف و المختلف رو پیش کردم. این از کتاب در قطنی در مورد راویان مؤتلف و مختلف، یعنی این کتابی باز همین کتاب های تحقیقی هست. این کتاب رو اگر شما کشاید چی پیدا میکنید؟ به مانند یک لیست می باشد، نام پس از نام پس از نام، نام راویان می آید که در خط نام های آنها به همدیگر مانند هست اما در نطق فرق می کند. این برای شما فایده می رساند برای جدا کردن این گونه راویان. ببینید 5 مجلد هست و این عموما به ترتیب الفبایی نوشته می باشد، ترتیب داده می شود، از الف آغاز می کند و ب و غیره می رود، یا بعضی کتاب ها برای احترام برای نام محمد از محمد آغاز می کنند و بعدا به الف می گذرد. خب به هر حال و این از کتاب ابن کی بود، امام الخطیب البغدادی، خب المتفق و المفترق که چطوری که این هم چندین جلد دارد. جلد یکمش رو تنها عکسش رو پیدا کردم در اینجا گذاشتم. این کتابی هست که وقتی که این رو کشاید کسانی رو پیدا میکنید که یک نام دارند اما شخصیت ها فرق میکنند. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.